آقای اردشیر رستمی به کتاب باز خیلی خوش اومدید. سلام سروش عزیز، سلام مردم عزیز ایران در همه جای دنیا. توی این برنامه از چی صحبت میکنیم؟ سروش عزیز، قبل از هر چیز بگم که من واقعا از شما باید بعضی وقتا معذرت‌خواهی کنم، چون واقعا آدم این مدلی نیستم و بعضی وقتا شما رو دچار زحمت زیادی میکنم، عوامل و همه رو ببخشید. کلا دیگه آره، بالا سرپوشیده بگم. ما که لذت میبریم، لطف دارید. بیننده هم که خیلی برنامه شما رو دوست دارن. بزرگوارم، مرسی. میخوام در مورد شعر چین صحبت بکنیم و فلسفه چین، مثل همون ژاپن که مثلا قبلا صحبت کردیم و گفتم که چطور مدرن شد ژاپن و چه روحیاتی داشتن. چین هم نزدیکه به این با یکم تفاوت‌هایی. ولی قبل از اون میخوام از حضرت مولانا یک حکایتی رو بخونم براتون، کوتاه کردم، درباره این که ما باید خیلی چیزها رو یاد بگیریم و مهمترین چیزی که باید یاد بگیریم یاد گرفتنه که باید یاد بگیریم. یعنی یاد بگیریم که چطور یاد بگیریم، نه اینکه یاد بگیریم که دیگه یاد نگیریم. داشته های ما مانع از آموختن ما میشه. داشته های ما نمیذاره ما چیزهای جدید رو کشف بکنیم. با 10 جلد، 20 جلد، 100 جلد، 1000 جلد کتاب فکر میکنیم که خیلی میفهمیم و فکر میکنیم که قطب عالم شدیم. اصلا اینطوری نیست. ما از اول یعنی آموختنمون باید تا آخرین روز زندگیمون بیاموزیم. کسی که نیاموزه پیر شده. پیری اصلا به سن نیست، پیری به نیاموختنه، به دگرگون نشدنه. برای همین شما بچه پیر میبینید و پیر کودک و جوان میبینید. مولانا میفرمایند که توی این شعر یه مرد دباغی در بازار عطاران از هوش میره، چون که عادت کرده بوده به بوی بد و بوی خوش حال اون رو بد میکنه. آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. بوی عطرش زد ز عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. همچو مردار اوفتاد او بی خبر، نیم روز اندر میان رهگذر. جمع آمد خلق بر وی آن زمان، جملگان لا حول گو درمان کنان. آن یکی کف بر دل وی می براند، و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند. او نمیدانست کاندر مرتعه، از گلاب آمد ورا آن واقعه. آن بخور عود و شکر زد به هم، وان دگر از پوششش می کرد کم. تا که می خوردست و یا بنگ و حشیش، خلق در ماندند اندر بیهوشیش. پس خبر بردند خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. یک برادر داشت آن دباغ زفت چاق فربه، گربز و دانا بیامد زود تفت. زیرک و دانا اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت و آمد با حنین. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. گفت با خود هستش اندر مغز و رگ، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. که از خلاف عادت است آن رنج او، پس دوای رنجش از معتاد جو. رنج را 100 تو و افزون می کنید، عقل را دارو به افیون می کنید. اینو خوندم برای این که بگم چطور با جهان مواجه بشیم. بلخص وقتی مثلا شعری رو میخونیم که نمیفهمیم، فیلمی رو میبینیم که نمیفهمیم، نقاشی رو میبینیم که نمیفهمیمش. یه بار یه جمله‌ای گفتین بر من، از اون جمله‌ای که دیگه هک شده و خیلی جاهام نقل کردم، ولی البته همیشه با گفتم این جمله مال آقای رستمی، خیلی جمله درجه یکی بود. گفتین نفهمیدنم یک بخشی از هستی و زندگیه. بله.
همیشه نباید فکر کنیم میفهمیم. ما یه شعر رو میخونیم 5 خطش هم نمیفهمیم، به جای 4 خطش رو فهمیدیم. بله آفرین. ببین توی ایران، توی مناطقی از شرق و ایران شکارچیانی هستند که اینها با تابلوهای نقاشی میرن شکار میکنن. رنگ رو طوری میپاشن روی بوم و اینو میرن تو کوه کار میذارن که پرنده ها میان اونجا آواز میخونن و به دامی که اینا پهن کردن اونجا میافتن. اون رنگ رو من و شما نمیتونیم بذاریم، یک نقاش نمیتونه بذاره، چون دانشش مانع از ارتباطی میشه که اون کسی که تو اون روستا داره اون تله رو، اون دام رو میذاره و میدونه داره چی کار میکنه میشه. اونا بلدن، اونا دانش ندارن خیلی جاها، اونا یکی شدن با هستی. میگم دانشی خوبه که نذاره ما دانش رو دیگه یاد نگیریم، قفل نکنه ما رو. مثلا جکسون پولاک نقاش مدرن امریکایی رنگ رو میپاشه رو بوم. میلیاردها انسان در کره زمین این کارو کردن، ولی این تأکیدی که میکنه میگه ببین همینه. اصلا بهش میگن تو چی کار میکنی؟ یک کشاورز وقتی دونها رو میپاشه فکر نمیکنه داره چی کار میکنه، من رنگ ها رو میکارم. و جالبه توی مثلا هزاران، صدها هزار، میلیون ها قطره رنگ روی اون بوم، یک قطره اگر اضافه باشه لطمه میزنه، میشه تشخیصش داد. در شعر چین یا ژاپن یا کره ما تصویرسازی هایی رو میبینیم که شاید بگیم خب ما که از اینها زیاد داریم. آره خب داریم. فرق ما با چین و ژاپن و کره در اینه که اونها دانش و فلسفهشون رو، معرفتشون رو تبدیل به ابزار و شی و کالا کردند. در ایران هم هر جایی که ما موفق بودیم از معرفتمون، از ادبیاتمون، از فرهنگمون نشأت گرفته. توی ایران انسان‌های بزرگی من میشناسم که خیلی، یعنی اگه بخوام اسمشون رو بگم، اینا مهندسن، راهسازن، توی انرژی هسته‌ای کار میکنن، توی ناسا کار میکنن، توی راهسازی کار میکنن، توی ساختمان‌سازی کار میکنن، توی شیمی ان، توی فیزیکن، توی درمانن، توی همه جای جامعه هم هستن. و اینها اونایی که بزرگم من میبینم که همشون با ادبیات سر و کار دارن، یعنی تونستن اون معرفت رو تبدیل به فعلش بکنن. ما باید این کار رو بتونیم بکنیم. ما نباید ببرنیم، فرهنگمون رو پالایش کنیم، بدیهاشو بذاریم کنار. ما در فرهنگمون بد و خوب زیاد داریم، همه باید این کار رو بکنیم. بدیهای فرهنگ رو گذاشت کنار و خوبهاشو برداشت روش کار کرد. مثلا ریا، تزویر، دروغ، اینا بدیهای یک فرهنگ هست. ولی چیزی مثل قناعت، چیزی مثل متانت، چیزی مثل احسان، چیزی مثل صبر، چیزی مثل شکیبایی، چیزی مثل امید، چیزی مثل قناعت، چیزی مثل انصاف، چیزی مثل ادب، چیزی مثل گذشت، اینها رو برداریم، اینا رو مدرنشون کنیم، روشون کار کنیم، تو فیلم هامون بیاریم، تو شعر هامون بیاریم، ببریم. ببخشید من حالا داو ده جینگ، لاو تزو، وقتی اینو میخونیم متون کهن چین هست. از یک بخشش از خودش بخونم. اول معرفی میکنیم. بله. داو ده جینگ، لاو تزو، ترجمه آقایان هرمز ریاحی و بهزاد برکت. انتشارات فکر روز. انتشارات فکر روز. داو ده جینگ یا تاو ته جینگ ترجمه های بسیار 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 متعددی ازش در فارسی هست. خیلی از بزرگان هم اومدن و ترجمه کردن. آقای پاشایی، عین پاشایی هم، ببخشید من صدام مثل همیشه چون به تارای صوتی و استراحت نمیده برداشتش، همش دارم حرف میزنم متاسفم. آره، آقای پاشایی هم ترجمه دارن. من یه ترجمه که دوست دارم هم بگم، از که با عنوان تاو ته چینگ ترجمه شده، مال آقای فرشید قهرمانیه که نشر مثلث چاپ کرده. اونم خیلی ترجمه دلنشینی. میگم همه ترجمه های خوبه، همه از بزرگانن، ولی اونم بسیار ترجمه روانیه. بله. دعا و عرفانه، در واقع معرفت چینه. کنفوسیوس شکل علمی شده و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی این قضیه است. یعنی یک مرحله بعد از اونه و عملیاتیه. در چین امروز بیشتر با کنفوسیوس میرن، ولی تهنشین های داو ده جینگ و لاو تزو هست توی اینها. 2500 سال است دیگه. بله. حدوداً 2500. بله. میشه بخونیم متون رو.
زیبا را زیبا توان دیدن، زیرا که زشتی هست. نیکی را نیک توان دیدن، زیرا که پلیدی هست. از همند هست و نیست، از هم پرند آسان و سخت. رویارویند کوتاه و بلند، استوارند فراز و فرود. نیک و بد آوا موزونند، همپایند پیش و پس. فرزانه بی عمل سامان دهد، بی کلام آموزد. هزاران هزار را در فراز و فرود، بی ادعا پی اندازد. انجام شود کار از یاد رود، زینسان جاودانه بر جای. چقدر این نمیدونم آدم بگه شعر، حکمت، چی باید همش بگه. با هم هست. آره زیبا. اجازه میدی که من همینو از ترجمه آقای قهرمانی هم بخونم؟ 2 تا ترجمه شده. سروش عزیز، عجیب نیستش که شما نمیدونید من از چی میخوام صحبت کنم و کتاب هم باتون دارید؟ من آخه این کتابو اینجا دارم. چه خوب. آره. به. چند تا کتابی که دوست دارم تو مواقعی که اینجا هستم نگاه میکنم. یکیش این جیبی هم هست، خیلی کوچیک. بعد ببین ارزش خط اینا هم میکشم تازه یه جاهایی. مثلا یه جاهایشو که خیلی دوست دارم بذارید ببین اینجوری مثلا خط میکشم کامل. حالا همینی که شما خوندید دورو. آره شماره 2 اتفاقا جزو اونایی که دورش خط کشیدم. بخونید لطفا. میگه وقتی مردم برخی چیزها را زیبا میدانند، چیزهای دیگر زشت میشوند. وقتی مردم برخی چیزها را خوب میدانند، چیزهای دیگر بد میشوند. بودن و نبودن یکدیگر را میآفرینند. سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانند. بلند و کوتاه یکدیگر را تعریف میکنند. پستی و بلندی به یکدیگر وابسته‌اند. قبل و بعد به دنبال هم میآیند. بنابراین فرزانه بدون انجام دادن کاری عمل می کند و بدون به زبان آوردن کلمه ای آموزش می دهد. اینجا خیلی عجیبه. اتفاقات رخ می دهند و او به آنها اجازه روی دادن می دهد. چیزها ناپدید می شوند و او به آنها اجازه از بین رفتن می دهد. او داراست بدون آنکه مالک چیزی باشد. عمل می کند بدون آنکه انتظاری داشته باشد. وقتی کارش به پایان می رسد آن را فراموش می کند. به همین دلیل برای همیشه جاوید باقی می ماند. مرسی. چقدر خوب خوندید. قربان. نه من که خوب نخوندم، فقط 2 روایت مختلف. هر دو هم ترجمه هر دوشون میگم خوب بود و ترجمه های دیگری هر دوشون هم خوب بودن. آره. هر دوشون خوبن. این چیزی که میخوام اشاره کنم سروش عزیز، مولانا رو مثال زدم چون بذاریم بحثمون کاربردی بشه دیگه. از همند هست و نیست، از هم پرند آسان و سخت. مولانا میفرمایند جمله ضدها به ضد پیدا بود، چون که حق را نیست ضد پنهان بود. یا صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد انا الیه راجعون. یا هر کبوتر میپرد بر جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. این بی جانبی هم یک جانبیه باز یه جوری. تا ادامش ببینید. بی عمل سامان دهد، بی کلام آموزد. مولانا میفرمایند باز حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. حرف زدنی که توش کلمه نیست، صدا نیست، حرف نیست، صوت چی نیست. یک دریافتیه که فقط باید تو در اون ساحت قرار بگیری. دانش ما مانع از این دریافت میشه خیلی وقتا.
ما دنبال جای پای چیزی هستیم همیشه. برای همین ترانه‌هایی رو که شنیدیم و دوست داریم همیشه بخونیم با هم. ما نشست هامون مرده میشه، شادی هامون شادی های مرده است، چون میشینیم تمام ترانه‌هایی که میخونیم هممون بارها شنیدیم و لذت میبریم از یک چیز تمام شده. چرا؟ چون ذهن چیز جدیدی دیگه یاد نمیگیره. در رو به روی زیبایی ها میبندیم، در رو به روی جهان جدید میبندیم. بذاریم جهان های دیگه به دنیا بیان. اگر ما جهان های دیگر رو نفهمیم چه نیازی به ادامه حیات ما داریم؟ اینکه همه مثلا ما داریم و خب طبیعیه که 10 تا شاعر بزرگ در تاریخ باشه 5 تاش ایرانی هست. 10 تا شاعر بزرگ در جهان باشه 5 تاش ایرانی هست. نظامی، فردوسی، مولانا، سعدی، خیام، حافظ 6 تا شده. اینا پروردگاران شعرن. در جهان کسی به اینها نمیتونه برسه. ولی آیا اینها همه است؟ آیا اینها مانع نمیشن ما چیزهای دیگر هم یاد بگیریم؟ نه. اینها خودشون حتی میگن برید یاد بگیرید. همه این 5 تا میگن برید یاد بگیرید. خیام به جهان درس داره یاد میده. خیام پرتیراژترین شاعر دنیاست. به بیشترین زبانها رو ترجمه شده خیام. اینا دارن، ما اگر فرزند خلف اونها هستیم باید یاد بگیریم ازشون، نه که اونها نذارن که ما یاد بگیریم. این مشکل در ماست. یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که فرزانگان دنیا از جغرافیاهای مختلف و از تاریخ‌های مختلف، مثلا خودتو از ژاپن برای ما خوندی، از چین خوندی، از ترکیه خوندی، از آذربایجان خوندی، از کردستان، از سرخپوستا، از زمانهای دور و نزدیک، انگار همه دارن یه حرفو میزنن. بله. الان داری داو رو میخونی، بعد مولوی رو میخونی. بله. دارن یه حرفو میزنن. آره یه حرف میزنن. مهم اینه که ما بتونیم به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک صنعتگر، به عنوان یک دانشمند اینها رو تبدیل به فعلشون کنیم، نه که در حد حرف بذاریم. خب اگر ما فرزند اینها هستیم پس چرا زندگیمون تغییری پیدا نمی‌کنه؟ پس چرا ما کیفیت زندگی رو از دست دادیم؟ چون ما شعر رو میشنویم که فقط شعر رو خونده باشیم یا شنیده باشیم، نه اینکه شعر رو وارد عملمون بکنیم. ما شعر رو وارد زیستمون نمی‌کنیم، وارد خوابمون نمی‌کنیم، وارد بیداریمون نمی‌کنیم، وارد عملمون نمی‌کنیم. حتی اگر نمیتونیم کامل عمل کنیم به سمتش حرکت کنیم، به حد خودمون، به اندازه خودمون عمل کنیم بهشون. مثلا مولانا باز ببخشید میفرمایند ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ یک سوال اساسی از تاریخ بشر بپرسیم دیگه. یکی از بزرگترین سوال هاست دیگه، عشق یعنی چی؟ ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، درد یک درمانده‌ای درمان کنی. در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. ما کجا میتونیم اینا رو به این راحتی به دست بیاریم؟ و اینا رو ما داریم. اگه عشق میخوایم بیاموزیم، اگه علم میخوایم بیاموزیم، اینا رو برداریم. برای همین ما عاشق‌های زیادی داریم که نمیدونن عاشقن. طرف آدم خوبیه ولی یک کلمه مثلا نگفته که مثلا نشون نمیده تو کلمش. وقتی همه رو جمع میکنه، یک ایرانی میبره مثلا تفریح خانواده‌اش جمع میکنه، این یکی عاشق بزرگیه. وقتی یکی احسان میکنه، وقتی یکی به فقیری کمک میکنه، وقتی یکی مریضی سر میزنه، وقتی یکی عیادت میکنه، وقتی یکی تماسی میگیره، وقتی یکی دلش برای کسی تنگ میشه و یه کاری میکنه، اینا همشون شعرن، یک جور عاشقن اینها، بدون که خودشون بدونن خیلی هاشون. و ما توقعات دیگه از اینها داریم. نه اینطوری نیست. شاعرای بی شعر خیلی زیادن، خیلی خیلی زیادن. عاشقای که نشون نمیدن و ما درکشون رو کردیم خیلی خیلی.